و این نقلی از قاضی خان، یکی از علمای مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میکنم. حضرت قاضی خان میگوید که وینبغی الا یفعل فی هذا اليوم ما لا یفعله قبل ذلك اليوم ولا بعده. لازم است که مسلمان ها باید در روز عید غیر دین ها اون کارهایی که پیش از عید و بعد عید نمی کردن نکنن. یعنی مخصوصا در همون روز 31 دکبر مثلا هر کاری که غیر دین ها اجرا میکنن مخصوصا در همون روز مخصوص همون عمل اجرا نکنید میگم. و در دوامش بوده که و ان یحترز عن التشبه بالکفره، و شخص مسلمان باید احتیاط کند که مانندی به کافرها نکنند. یعنی روز 31 همه آنها حتمی تارت میخورند، مخصوصا در همان روز نخورید، مگر آن آدمی که سالش 12 ماه تارت میخورد. یک آدمی که اگر سالش 12 ماه هر روز اگر تارت میخورده باشد همان روز تارت خورد بله باکی نداره، لیکن مخصوصا در همان روز خریده آمدن و در همان روز مثل آنها تا ساعت 12 شب شمها در گرانیدن، یالکه ماندن، درخت ارچه یا همون بازیچه های سالی نوی خریده آمدن، خانه ها رو زینت دادن، اینها ببینید این مذهب حنفی است. در کتاب الفتاوی هندیه هم هست و حاشیه ابن العابدین هم هست. اقلا به مذهب حنفی عمل کنید برادرها. و ان یحترز عن التشبه بالکفره، بسیار احتیاط کنند که به کافرها مانند نشود. سخن قاضی خان است از مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه.